گرفتیم و گفتیم ما سبز نیستیم، ما همه چی هستیم غیر از سبز. این من اصلا نمیخوام، ما باید انتقاد به خودمون بکنیم اول از همه تا بتونیم این ارتباط، این تنابی که گسسته شده بین ایرانیان خارج از کشور و داخل از کشور، بین نسل گذشته و نسل قدیم، تنابی که شاید پارش نکردیم ولی پارش کردن و دوباره به هم وصل کنیم. صحبتشو کردیم خیلی باید مراقب باشی، ولی خب وقتی تو صحبتشو کردیم من فکر می‌کنم یه سوال خیلی به جا از خودت میخوام بپرسم. اونم این که نقش موسوی توی این جنبش چیه؟ ولی این سوال قراره همه انجام، این سوال قراره هر کسی تو 1 دقیقه 2 دقیقه فقط جواب بده و اینم کاملا روی این پوینت که اگر موسوی بیاد، اگر موسوی در حال حاضرشون اگه سبزان به هر تعریفی که بخواد باشه، اگر موسوی توی این انتخابات بیاد رئیس جمهور بشه و انتخاب بشه، آیا این جنبش میخوابه؟ آیا مطالبات دانشجویی، مطالبات مردم ایران با خواسته هاشون با این عمل به پایان میرسه و جنبش میخوابه یا نه؟ 1 دقیقه یا 2 دقیقه لطفا. من 2 دقیقه برمیدارم. نه بین تایم و سریع بده. خیلی سوال مهمیه. من اول از همه میخوام موضوع خودم رو مشخص کنم. من بر اساس همون سیاست زدگی که توی خارج از کشور تا حدود زیادی وجود داشت و خودم هم جزوش بودم، من خودم رأی ندادم و شاید اولین موضع من با آقای موسوی این بود که بله حالا اون موقع که حالا اومدی نخست وزیر بودی یادت باشه فلان و فلان. الانم نمیخوام از ایشون دفاع کنم. تنها چیزی که من فکر میکنم ما باید با خودمون رو راست باشیم و یادمون باشه اینه که آقای موسوی در حال حاضر یک تاثیر بسیار مهمی روی جنبش سبزی که در ایران هست، جنبش اجتماعی که در ایران هست وجود دارن. این جنبش ناشی از یک سری نارضایتی‌های اجتماعیه و به نظر من چه آقای موسوی انتخاب میشد چه انتخاب نمیشد، چون این جنبش بر اساس این نارضایتی‌های اجتماعی به وجود اومده راه خودش رو طی می‌کرد. شاید شکلش فرق داشت، شاید همون روز بعد از انتخابات مردم که خب نمی‌ریختن تو خیابون بگن رأی منو پس بده، شاید رنگ سبز یه دفعه انقدر چیز نمی‌شد. اما به هر حال این جنبش چون که یک جنبش رو به تکامل بود، من اصلا اتفاقات بعد از انتخابات نمیتونم از انتخابات قبل از انتخابات جدا کنم. قبل از انتخابات اگر به فضای ایران نگاه کنیم، فضای امید بود. فضایی بود که مردمی که سالها یه چند سالی از سیاست زده شده بودن، اون اصلاحات شکست خورده رو پشت روی خودشون داشتن، دوباره میتونم ادامه بدم. دوباره یه ذره براشون این دغدغه‌شون شد که ببینن فردا کی قراره بیاد. این چیز مهمی شد براشون. اینجوری نگفتم پیش خودشون که حالا کی میاد و کی نمیاد به ما چه فرقی میکنه. براش یادشون بود که اگر حقی دارن این حقشون رو باید برن بگیرن. به نظر من اگر آقای موسوی انتخاب هم میشد یعنی رأیش خورده نمیشد، باز هم این جنبش یک جوری خود روند تکاملیش رو طی میکرد. اما در مورد رنگ سبز و نقش آقای موسوی توی جنبش من میگم که هم رنگ سبز خودش رو توی این جنبشی که روی تکامل بود تکامل داد، هم ما خودمون به یه تکاملی شاید تا یه حدودی رسیدیم و هم نقش آقای موسوی توی بیانیه‌هایی که دادن، توی همراهی که بعضی اوقات با مردم کردن، توی اون ارتباط دیالکتیکی که با مردم ایران گرفتن و سعی نکردن از نگاه بالا و سعی نکردن خودشون رو رهبر این جنبش را بزنن. به نظر من ایشون این ارتباط رو با این جنبش برقرار کردن. مردم هم ولی حواسشون هست که رابطه ایشون با جنبش چیه، یعنی ایشون نقش بسیار بسیار مهمی دارن اما تا وقتی که مردم رو همراهی میکنن. چون الان من واقعا اگه من بشنم خودشم تا صبح با شما بحث کنم همکارم میکنم، ولی میدونم که خیلی هم دوست دارم بشنن گوش بدم، ولی واقعا ما وقتمون تبر همین یه جمله اگر بگید بتونید بچه‌ها دیگه هم بشن خیلی نشانه جمله فعلشه. من فعلش رو نمیگم و ادامه میدم. خب اوکی کمی بعد من فکر میکنم بس بگم دیگه زود اینقدر بحثه. من فکر میکنم که رابطه موسوی و مردم ایران یک رابطه دیالکتیکاله و فکر میکنم موسوی استثنای حاکمه که از حاکمیت بیرون اومده، جلوی
حاکمیت وایساده به ریشش میخنده و تا اونجایی که فکر میکنم که این اگر که جنبش مردم یک جنبش افقی ببینیم و فاقد رهبری متمرکز، به محض اینکه هر کدوم از استثناهای حاکم بخوان جلوی خواستای مردم بایستن، طبیعتا این موج اونها رو میشوره و میبره و فکر میکنم که در نهایت موسوی هم خودش رو با خواستای مردم هماهنگ کرده، این متحول شده. تو بیانیه‌هایی که داده فکر میکنم این روند کاملا مشخصه و فکر میکنم به عنوان یکی از اعضای شاخص این جنبش میشه به رسمیت شناخت. من فقط تو بگم که آقای موسوی از اعضای شاخص جنبش هستن، ولی جنبش مدنی و دموکراسی خواهی ایرانیان 100 سال غیبت داره. قبل از آقای موسوی بوده، بعد از آقای موسوی هم خواهد بود. تا هر کجا که آقای موسوی همراه با آرمان‌های آزادی خواهانه مردم هستن، قدمشون به چشم. من طرفدار جنبش سبز میکنم، از بولیزم مشخص باشه. فقط یه چیزی رو من میگم، رنگ سبز رنگ مردم ایرانه، رنگ همه بچه‌هایی که کشته شدن، نه آقای موسوی، و این جنبش هم مردم جلو می‌بره، پویان هست. من میخواد یه سوالی به جواب آقای تامان، شما نظرتون در مورد رنگ سبز همیشه ندارید. من نمیخوام نظرم رو راجع به رنگ سبز بگم، من میخوام روی اون بحث قبلی شما دو جمله بگم در مورد ایرانیان خارج از کشور و این که خب ما همین رو میتونیم بیاریم وسط. ما انتظار نداریم که همه ایرانیان خارج از کشور حالا به پشتیبانی فعال جنبش در داخل بپردازن، ولی یک موضوع رو من میخوام روش تاکید بکنم و اون مسئله تفرقه است که در بین همین فعالین خارج از کشور وجود داره. امروز در برلین 3 تا مراسم برگزار شده، در کل که من از اونجا میام 3 تا مراسم برگزار شده.